صفحه 60 قسمت دوم سوره آل عمران. در قسمت اولش دیدیم که خب یک کلامی رو به کار میبرن شبیه به اصطلاح قرآن یا شبیه تورات یا شبیه کتاب، ولی دروغه، شبیه اون درست میکنن و اینو میخوان جا بذارن به جای کتاب برای اینکه منبیات خودشون نشون بدن. یعنی حدیث درست میکنن، یعنی به جای کلام الله میره یک کلام دیگه ای رو میارن میگن آقا اینم کلام خداست، مثلا شبیه اون. و خداوند گفت به شدت مردم پرهیز کنن گول نخورن. حالا یکی میخواد گول بخوره بره دنبال حدیث گرایی، متاسفانه الان میبینی دفاع هم میکنن. ما داریم میگیم آقا حدیث گرایی شما رو داره نابود میکنه، تازه میاد از اون چیزی که داره نابودش میکنه از اون سم داره دفاع میکنه. و بعدم گفتش که هیچ نبی یا هیچ پیامبری یا هیچ اهل عقلی نمیاد که به اصطلاح وقتی که کتاب بهشون دادیم، ایمان بهشون دادیم، راه بهشون دادیم، بیان و بعد از اینکه اسلام آوردن، ایمان آوردن، قبول کردن، دوره رو کفر برن. ولی شما میبینید چقدر علی اللهی زیاده، علنا میگن علی خداست و یه عده میان دفاع میکنن. بعد میگه آقا این احادیث همه رو شما رو به دروغ انداخت. آقا میگه میشه بگه خدا علی خداست؟ میگه علی خداست. آقا میگه آقا فرد ما نداریم در اسلام، ما به کتاب کار داریم. بعد بیان حدیث چاپ میکنه میگه که بله خود پیامبر گفته که به اصطلاح کتاب الله و اطرتی. میگه خب اگه گفته کتاب الله و اطرتی که اصلا این دروغه، حالا گیرم که راسته، و چرا کتاب الله اوله؟ از کتاب الله مهمتر از اطرت دیگه. اطرت یعنی چی؟ مثلا اطرت معنی داره؟ چیز مشخصی نیست. اطرت چیز کلیه. به هر حال کتاب اول تو همه حدیثی هم که خودت داری میگی کتاب اول. و یه نکته دیگه هم اینجا من بگم وسط این صحبت که شد، بعضیا میگن آقا تو چطور با حدیث مخالفی؟ میگم آقا حدیث معنی‌های متفاوتی داره. یه موقع شما میگی که گفتن که گفته مرویست، یه زمانی میگفتن مرویست روایت شده، گفته اند که امام صادق فرموده، این اشکالی نداره بگی، سودی هم نداره، هیچ سودی هم نداره، ضرر داره که سود نداره، اما غایبی نداره، اشکال نداره، حرام نیست بگی آقا گفتن که امام صادق فلان چیزو گفته، این حرام نیست، شما رو از دین اسلام خارج نمیکنه. اما اگر بگی امام صادق گفته از اسلام، آنن بگی اینو امام صادق گفته از اسلام خارجی، دیگه مسلمان نیست. مگه اینکه بگی گفتن که گفته. میگه آقا نهج البلاغه رو میگن که از خطبه های علی ابن ابی طالب نوشته شده، این عیبی نداره. میگن که از گفته، خب برای تو گفتن این از خطبه های علی ابن ابی دروغ نگفتی که. اما اگه بگی این خطبه رو علی ابن ابی طالب گفته، از اسلام خارج. اگه بگی این کلام محمد گفته، از اسلام خارج. اگه بگی این کلام پیامبر گفته، از اسلام خارج. میدونی؟ اما اگه بگی گفتن فلانی گفته که فلانی گفته که فلانی گفته که اینو گفتن، یعنی خود اون آقای مثلا به اصطلاح بخاری، خود بخاری کافر نیست، چون بخاری نگفته اینو محمد گفته. شما کتاب اونو بخونی نگاه میکنی و کلینی رو شما بخونی، خود کلینی کافر نه، دین خارج نشده. برای اینکه نگفته اینو امام صادق گفته این فلانی گفته که فلانی گفته که فلانی گفته که فلانی گفته که فلانی گفته، من دیدم امام صادق این کاری کرده. کلینی و این کسانی که این کتابای حدیث رو نوشتن، اینها از اسلام خارج نیستن، گناههای بزرگی کردن، گناه کبیره کردن نوشتن، اما از اسلام خارج نمیشن. متوجه هستین؟ ولی تویی که بعد از اونا اومدی از اسلام خارجی، وقتی میگه اینو پیامبر گفت، دیگه از اسلام خارج شدی، مرتد شدی. بنابراین حدیث رو اگر بگی گفتن که گفته، اشکالی نداره، اما اگه بگی گفته، مرتدی. فرق این دوتا اینه. به هر حال اینجا میگه که ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکه و نبیین اربابا، نمیگه که شما ملائکه و به اصطلاح نبیین و ارباب خودتون بگیرین غیر از خدا. میگه میشه همچین چیزی؟ خدا به اونا نبوت داده، بعد اونا بیان میگن نه ما خداییم، خدایی کسی خدایی بود، ما خدا هستیم. میشه همچین چیزی؟ امکان نداره. ایامرکم بالکفر بعد از انتم مسلمون،
آیا شما رو به کفر دعوت میکنن بعد از اینکه شما مسلم شدی؟ امکان داره همچین چیزی؟ و اذ اخذ الله میثاق النبی وقتی که خداوند از نبیین میثاق کرد، لما آتیتکم من کتاب و حکمت، که ما موقعی که به شما حکمت دادیم، کتاب دادیم، همین کاری که به شما کردیم مصدق تایید کننده کتاب‌های قبلی، کتاب، ببین صحبت سر کتابه. آتیتکم من کتاب و حکمت، کتاب و حکمت یعنی به کار بردن کتاب، توانایی استفاده از مفاهیم کتاب. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، بعد از شما یک رسولی بیاد و تصدیق کننده این باشه، چیزایی باشه که دست شماست، یعنی در همون جهت داره حرکت میکنه. لتؤمنون به و لتنصرون، شما باید به این پیروانتون بگین، حالا هر چند سال بعد، مدت‌ها بعد، یا همین الان یا مدتی بعد کسانی اومدن، حتما به اونها ایمان بیارید و اونها رو کمک کنید. لتؤمنون به و لتنصرون، یعنی به اون آدمی که کتاب رو دوباره آورده، یه چیز بهتر، کتاب ورژن جدید آورده، باید قبول کنید. قال اقررتم، آیا قبول میکنید، اقرار میکنید؟ و اخذتم علی ذالکم اسری، و برای این سه پافشاری میکنید اگه بعداً به پیروانتون بگید، همه مؤمنان بدونن، اگر همین الان یه نفر اومد گفت آقا من از این قرآن بهتر کتاب آوردم، بهاءالله اومد گفت من این کتاب آوردم به نام اقدس از این قرآن بهتره، آیا شما میپذیرید یا نمیپذیرید؟ میگه خب چرا نپذیرید؟ بهتر باشه میپذیرید، ورژن بهتره، خب بیاره نشون بده، ما قبول میکنیم. اگه بود که الان عالمو پر کرده بود، نیست دیگه، پس باطل. قالوا اقررنا، بله ما هم الان قبول میکنیم، چیزی بهتر بیاد ما میپذیریم. قال فاشهدوا و انا معكم من الشاهدین، شاهد باشید، ما هم با شما شاهد. ببین پیمان بستیم، همین الان پیمان بستیم، تو قرآن هم پیمان، همین الان که پیمان آورده ما همین الان پیمان بستیم، تو کتابای دیگه هم پیمان ها بوده. فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، و من تولا یعنی پشت کرد به این عهد و پیمان، بعد از این عهد و پیمانی که بستیم، اینها فاسقن، یعنی به هیچ وجه زیر بار حق نمیخوام برن، فاسق دیگه، زیر بار حق نمیخوام. افغیر دین الله یبغون، آیا غیر از دین خدا رو میسنجه؟ خدا سازنده جهانه، تمام این قوانین این عالم خداوند وضع کرده، خب اون قوانین رو وضع کرده دیگه، این کتاب هم برای شما آورده، شما هم به فکر شعورتون دارین میخونید. آیا وقتی فهمیدید این از جانب خداست برید دنبال یه چیز دیگه؟ منوال کارخونه رو ول میکنیم میرین دنبال یه چیزی که من نوشتم؟ نمیشه. افغیر دین الله یبغون، دنبال دین غیر از خدا میگردی؟ دین گفتم یعنی تشخیص بین غلط و درست، خیلی خوب، بینابین، بد، خیلی بد، نسبت به منافع دراز مدت. آقا من این لیوان رو میخوام بخورم، به منافع دراز مدت من خیلی نزدیکه، جوره، یه کمی جوره، بینابین، ناجوره، خیلی ناجوره، خب نباید بخورید. اگر خیلی جوره یعنی واجبه، اگر خیلی ناجوره حرام. این یعنی دین یعنی این، یعنی تشخیص، یه تشخیصی که خدا برای شما گفته باید قبول کنید. وله اسلم من فی السماوات والارض، و تمام کسانی که در آسمان و زمین هستن نسبت به قوانین در غرق قوانین خداوندن. نمیشه که قوانین خداوند رو کنار بذارید. طوعا او کرهن، از کلمات زوج قرآن. کلمات زوج قرآن خودش معجزه است در قرآن، مثل سماوات و الارض. و همین آیه نگاه کن، سماوات و الارض، طوعا و کرهن، ایمان و کفر، ظلمت و نور، اینا همه کلمات زوج قرآنن که خیلی توشون داستان، یعنی باور کنه یه دانشگاه باید بیاد فقط این کلمات زوج قرآن رو تفسیر کنه، توضیح.
حالا شاید یه جلسه اصلا بذاری واسه کلمات زوج قرآن، مثل همین طوعا و کرهن، سماوات و الارض، ظلمات و نور، ایمان و کفر، در مورد اینا بذار، بهشت و جهنم. ببینید چقدر زیاده. از فکر کنم من همینجوری پای سر همین. و این قرآنی که از خصوصیتش که مغزو به کار میاره و تفسیراش خوشش میاد. یه نمونهش همین کلمات زوج. ببین تفسیر اتوماتیک میاد وقتی که تو می طوعا و کرهن رو میبینی، سماوات و الارض رو میبینی، یه دفعه یاد ظلمات و نور میفتی، یاد ایمان و کفر میفتی، میدونی، یاد خشکی و تری، لا رطب ولا یابس، یعنی خشکی و تری، یاد اون میفتی. یا مثل جن و انس، همینجوری فکر کنیم اینه تو قرآن همینجوری کلمات زوج موج میزنه. این میشه تفسیر، یعنی دست خودت نیست، وقتی میگردی تو قرآن پیدا میکنی، مرد و زن پیدا میکنی، حب و بغض، خوف و رجا، تو قرآن هست اینه. و خوف و طمع گفته و خوف و حزن هم گفته. خوف بعضی چند تا کلمه زوج میشه، خوف و رجا، مرد و زن، خیلی زیاده تو قرآن. پس بنابراین هر چی که در آسمان ها زمین چه بخواد چه نخواد غرق قوانین اینا، ذرات وجود ما داره از ذرات قوانین اینا خداوندی که این جهان رو آفریده تبعیت میکنه. حالا تو بگو بله بگو نه، یه آتئیسته میگه نه خدا رو قبول نداره، تمام وجودت داره به خداوند اعتراف میکنه، تمام وجودت تو تسلیم قوانین خداونده. حالا میگه خدا رو قبول نداره، و الیه یرجعون، و الیه یرجعون، بگو قبول ندارم، به طرف او برگردانیده میشه، به سوی او میری. و الیه یرجعون یعنی به سمت او میری. و بعد اینجا اسلام رو تعریف میکنه در صفحه 61. قل آمنا بالله و ما انزل علینا و ما انزل علی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط. اسلام رو تعریف میکنه، یعنی اولین آیه در صفحه 61 اسلام رو تعریف میکنه که داریم